سلام و عرض ادب. امیرعلی ام. خب شرمنده این چند وقته ویدیو نذاشتم، وقت نمی‌کردم، درگیر کار و بارم بودم. ولی خب امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه و قول هم میدم از این به بعد دوباره ویدیوهامون سر جاش باشه، دوباره بذاریم و ترک هم نکنیم این کانالو. ببینیم میتونین میتونیم با هم دیگه این کانالو ببریم بالا، چون من تو حتی ویدیوهای دیگه هم گفتم که ما درباره بحث هایی میکنیم و بحثامون هم با سورس علمیه. یعنی من هر حرفی که میزنم از روی منطق خودم نیست یا از منطق آقای ایکس نیست، همش رو علم ثابت کرده. و لایک کنید، کامنت بذارید، یادتون نره و این کانال رو به دوستاتونم اجازه بدید. بچه اومدیم با اولین بحثمون که درباره اینستاگرام، درباره یوتیوب، درباره زندگی، درباره همه چی میشه ازش استفاده کرد و میشه گفتش که مشکل خیلی ها تو ورزششون، تو همه چیشون یه چیزه، اونم استمراره. یعنی این که من یکی رو میشناسم به اسم پویان شاهرخی، من فکر می‌کردم که استمرار اونطوری مثلا چیز واو خیلی واجبی نیست، ولی من چیزی که پویان بهم یاد داد این بودش که استمرار داشته باشم. من یه پیجی آورد بالا، حالا تگش میکنم. این پیج تو اینستاگرام اول من شاهدم 50 نفر بود، اونم با همه دوستاش، من همه جمع شده بودیم، ولی انقدر این آدم استمرار داشت الان رسیده به 50,000 نفر اگه اشتباه نکنم، یا 150,000 نفر اگه اشتباه نکنم. پس بچه ها تو ورزشتون، تو سعینوردی یه چیزی من یاد گرفتم که اگه من اون استمرار رو نداشته باشم تو سعینوردی 100% نمیرسم. اگه من یه مسیر رو بزنم، یه تلاش برم روی مسیری و بار دوم خسته بشم، خب 100% نمیرسم. من یه جلسه بچه‌هایی که منو میشناسن خب میدونن تو سعینوردی یه مسیر نمیشه، من بایدم نه، من انقدر میزنم که درش بیارم، نه سر اینکه کل کل کنم با خودم، میزنم درش بیارم که اون حرکت رو در بیارم من، و اون استمرار آخرش جواب میده. به من که همیشه جواب داده. پس بچه تو فعالیت های اینستاگرامیتون، تو یوتیوبتون، من اگه این کانالم هم میبینید خیلی بالا نرفته، این کانالم سر اینه که ارزم به حضورتون اصلا من استمراری روش نداشتم، یه 2 هفته گذاشتم، یه 3 هفته نداشتم، 2 هفته گذاشتم. اگه استمرار رو داشتم 100% رسیده بودم. و همین دیشب من نتیجه استمرارمو دیدم تو سعینوردی. انقدر زدم تا شد. این نتیجه استمرار شماست، این نتیجه این بهای کار شماست، چون هر کاری که شما میکنید یک بهایی داره. من از شطرنج سر اینکه خیلی خوشم میاد و شطرنج باز خیلی حرفه‌ای ام، سر منی چی خوشم میاد، سر اینکه شما اگر چجوری بگم، اگه هر حرکت تو تنها بازی که تو زندگی مینوشن فهمیدم، توی تنها بازی که شانس دخیل نیست شطرنجه. هیچ شانسی دخیل نیست، فقط کار شماست، فقط انتخاب شماست. یعنی تو شطرنج شما هر حرکتی بکنی شانس دخیل نبوده، فکر کردن خودت بوده. به قول بنده خدایی هر انتخابی بهایی داره. مثل اینکه تو پارکینگ خونم لنکروزه یه بهایی داره، مثل تو اینه که من الان بدبختم یه بهایی داره، مثل اینه که الان من سیگاری شدم یه بهایی داره، مثل الان اینه که من سالمم یه بهایی داره. اینا همش برمیگرده به انتخاب خود آدم. و میگم تو شطرنج اصلا شانس دخیل نداره و همش بهای انتخاب شماست. و خیلی قشنگی که میگه شما هر اشتباهی که میکنی دیگه بهش فکر نکن، حرکت بعدی تو سعی کن اشتباه نکنی، چون همه چیز به بستگی به حرکت بعدی داره. چون حرکت قبلی رفتی، حرکت قبلیت مهمه الان. بعد دومین موضوع اینه که الان جوانای ایرانی که الان من میبینم، دوستای خودم، آشناهای خودم، سعی میکنم، خب دوستای من اینطوری نیستن، چون تو دایره
انتخاب شما میتونی یه مش آدم جمع کنیم و همه انتخاب شما میشه. یه آدم پولدار میتونی جمع کنی، میشه یه آدم ارزم به حضورتون سیگاری جمع کنی، مثلا میشه کلی آدم پولدار جمع کنی. اینها همش بستگی به شما داره. و یه چیزی که خیلی واسم جالب بود این بودش که الان جوانای ایرانی و خیلی از کسا ایمان ندارن به خودشون. اولین انتخابی که شما میتونید داشته باشین واسه زندگیتون و موفق شدن توی زندگیتون فقط میتونه ایمان داشتن به خود آدم داشته باشه، چون هیچ ربطی دیگه به هیچ چیزهای دیگه ای نداره. اگه اول ایمان به خود داشته باشی 1000 نفر میتونن بیان بگن این کارو نکن، ولی اینا اصلا بر روی اینه که چون تو خودشون نمیبینن توی پس شما هم نمیبینن، این دلیلش. ولی ایمان داشته باشی به خودت 100% به هر نقطه‌ای که میخوای میرسی. سومین موضوع اینه که بعد ببخشید بچه اینجا یه لحظه توی برگم میسی نوشته بود اصلا اشتباه بود بچه. سومین چیز همون که از همهشون، یعنی من اگه نگاه کنید همیشه من 5 مورد می نوشتم واسهتون، ولی امروز که 3 مورد من نوشتم واسهتون. این سومین مورد خیلی مهمه تو زندگی من که حداقل خیلی مهم بوده تا الان، خیلی مهم بوده. بچه سومین موضوعی که میخوام قشنگ بهتون توضیح بدم، تو بچه خب دوستان من خیلی هاشون تو وزارت اطلاعات و امنیت و دفاع اینا میگن اولین درس که ما یاد میدن اینه که از هر چیزی که شما میخوای یه چیزی در بیاری از ریزترین چیزها دقت باید بکنی. یعنی چی؟ یعنی این که من اگه میخوام فلان کاره بشم باید ریزترین کارهامو ببینم کدوم غلطه. مثل شطرنج شما انقدر میری کت میشی، کت که نه ارزم به حضورتون که یادم نمیاد اسمشو، هر موقع که میبازی شطرنج، هر موقع میبازی به حرکت قبلی ربط داره. یعنی شما اگه میخوای موفق شی تو زندگیت باید ببینی حرکت قبلیت چی بوده و ریزترین کاراتو باید بنویسی. این خیلی جالب بود واسم، این چند وقته فهمیدم. مثلا یه سرگردی داشت حرف میزد میگفتش که اگه میخوای موفق شی نمیخواد اصلا دنبال کار باشی، فلان باشی، بسار باشی. اگه میخوای موفق شی به 3 تا چیز ربط داره. 3 تا چیز هم نه، به یه چیز که اولین قدم به موفقیت، اولین قدم اینه که شما اول رخت خوابت شروع کنی. خیلی قشنگ بود حرفش. میگم مردم عادیت از رخت خوابشون هم درست والا یادشون میره درست کنن، بعد توقع دارن تو زندگیشون موفق باشن. شما اولین کاری که میتونی تو زندگیت بکنی که موفق شی اینه که اول از خودت شروع کنی. یعنی چی؟ یعنی خودت دوست داشته باشی. اول با میشی رخت خوابتو درست کنی. نه این اون واسه مرد 70 ساله است که کف زمین میخوابه، همونجا میخوابه، فلان میکنه، بسار میکنه. حالا بیادب نمیخوام باشم، ولی اون واسه مرد 60 ساله است، 70 ساله است. ولی شما اولین قدمی که میخوای موفق شی اینه که اول رخت خوابتو مثلا تمیز کنی. این چیزها رو من به چش دیدم که دارم به شما میگم. و همیشه مثلا تو عید لباس میخری، همون موقع مثلا هر موقع میری لباس میخری واسه خودت، ببین کدومو دوست داری، اول اونو بپوش. اما مغازه با لباس قبلیه نیا بیرون، چون فردا شاید نباشی. این نشونه های شوق‌گذاری که نه، این نشونه های دوست داشتن خودته. اینا به هیچ کسی ربطی نداره. آدم ها عاشق شخصیتت میشن. و میگم اسنپ مثلا ماشین نداری میخوای اسنپ بزنی، اسنپ اکوپلاس بزن. چرا؟ چون خودتو دوست داری. تو یه ماشین اگه اکوپلاس نزنی پراید میاد که کولر نمیگیره، فلان داره، کثیف داره، ولی خودتو دوست داری اکوپلاس بزن، طرف کولر بزنه، ماشینش تمیز باشه. این اولین قدم واسه موفق شدن.
بچه این چیزایی هم که گفتم همه رو به چش دیدم، همه رو انجام دادم. بچه مرسی که تا آخر ویدیو با هم موندین. لایک و سابسکرایب یادتون